بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، ما تقریبا چندین سال کار میکردم سر کتابی که عقیده توحید در روشنایی قرآن و سنت، یعنی خواستیم که امی کتاب ما تعلیف بکنم و الحمدلله فعلا این کتاب در 3 جلد تکمیل شد و آماده ازی هست که این کتاب برای دوستای عزیز تقدیم بکنم. و چون حال فعلا بسیاری وقتا دوستا از خواندن کتاب کردن چیز خوش دارن، امی درسایی که به شکل تصویری و به شکل صوتی برشان داده شود، به این خاطر من خواستم که چیزی که در کتاب هست اما فشرده و خلاصی از او را برای دوستای عزیز چی کنم به شکل درست و منظم ثبت بکنم. این درس ما و شما درس مقدماتی هست. امام مسلم رضی الله عنه روایت میکنه عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که بادروا بالاعمال الصالحه، شما به اعمال نیک مبادرت کنید. فستكون فتن كقطع الليل المظلم، اقدر فتنه ها زیاد میشن مثل پارچه های شب تاریک. یعنی مثل که شما در یک دشت روان هستین، در موترتان نشستین، دشت یک تکه چقوری ها هست، درخت ها هست، بالاخره موترم پنچر شده و بالاخره تاریکی هم زیاد شده. در این حالت شما تصور بکنید که هر طرف پایتان میمانید در یک چقوری انسان مفته. هر طرف که میری، این طرف هم میری یک چقوری است، اون طرف هم میری یک چقوری هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اینم تو حالت سر امت اسلام میآید. تاریکی ها مثل قطعه های شب تاریک، این قسم تاریکی ها میآید. افکار انحرافی، اعتقادات انحرافی، اختلافات، مشکلات، حکومت های طاغوتی، علمای درباری، انسان های دنیا پرست، افکار و اعتقادات یا کلشان دم توحید، دم عقیده، دم قرآن و دم سنت میخواهند که مانع شود. ظلماتون، الله میگه ظلمات، تاریکی ها زیاد است و نور یک نور است. ظلماتون جمع گفته شده، نور روشنایی و هدایت یکی هست. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این فتنه ها می باشن، این فتنه ها می باشه که یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، یک نفر صبح مسلمان می باشه و شام کافر میشه. و یمسی مؤمنا، شب مسلمان است، نماز میخونه، عبادت میکنه، و یصبح کافرا، صبح کافر میشه. چرا؟ وقتی که افکار از اعتقادات است، یک برنامه را در یک تلویزیون میبینه که یک کافر، یک مرتد، یک انسان طاغوت صفت این درس میده، فوراً انسان به این متاثر میشه. یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه علت از کل از بدبختی ها چی است؟ یبیع دینه بعرض من الدنیا. چرا انسان ها کافر میشن؟ به یک متاع دنیوی دین خدا میفروشن. متاع دنیوی چی است؟ یک کسی برش یک چوکی وعده میکنه، یک کسی برش یک سرمایه یا مال یا پول، دلار یورو برش وعده میکنه، یک کسی مثلا برش شهوت ها را پیش میکنه. بعضی یعنی کل عرض دنیا که است، این متاع ناچیز دنیایی که است، به خاطر از دین خدا میفروشه. خوب دیندار میباشه، یک مرتبه چی میشه؟ این کافر میشه. از این خاطر فهمیدن عقیده بسیار مهم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.